سلام دوستان. خیلی از حالا من دیدم خیلی از بچه‌ها کامنت برام گذاشتن که میگن چجوری که شما توی طبیعت که میرین سنگا روی زمین هستن، مگه نباید این سنگا توی زمین باشن؟ ببینید یه سری از حالا جایی هستن مثل جایی که من اصلا منطقه رسوبیه، تمام این سنگ ها معمولا میان رو سطح زمین قرار میگیرن. حالا ببینید من به این پوسته مشکوک شدم. بیشتر مشکوک بودن من به خاطر این قسمت هست و حالا چون کلیپ آموزشی هست من دوست دارم براتون بشکنمش. البته این نمونه خیلی محکم بود که ترد بود بیشتر جنسش. برای آب بزنیم و بافت سنگ رو با هم چک کنیم. ببینید این نمونه ها قابل پولیش هستن، ولی من تراشنده میام چند تا چیز رو در نظر میگیرم و میام طرح و نقششون در نظر میگیرم، رنگش رو در نظر میگیرم که ببینم اینو توی کارگاه بردم یک پلاک باهاش زدم قابل فروش هست یا نه. طرحش بد نیست ولی خب این طرح رو من خودم نمیپسندم و اینو آز میذارم توی طبیعت. ببینید اصلا اینجا میشه فیلم برداری کنید. ببینید تقریبا 3-4 روز پیش یه بارندگی سیلاسا این توی منطقه داشتیم، عقیقا اومدن بیرون. ببینید پوسته، میبینید پوسته سفید رنگ هست. اینجا میشه لطفا فیلم برداری کنید. این قسمت ها بچه‌ها ببینید اینا فسیل هستن. این فسیل ها ارزش مالی ندارن. و حالا من این سنگو در بیارم و سنگو آب میزنیم. خب آب میزنیم که متوجه ببینید علیرغم اینکه پوسته داشت ولی سنگش سنگ جاسپر بود. و حالا من جلوتر میریم و هر منطقه‌ای که سنگ پیدا کردم براتون فیلم برداری میکنم. خب اینجا باز اومدم چند تا قطعه سنگ عقیق رو پیدا کردم. ببینید مثلا این پوسته رو باز من مشکوک شدم. میذارم کنار این پوسته، اینا رو هم قبلا جمع کردم. میشه اینجا فیلم برداری کنی. یه پوسته مشکوک هم اینجا من دارم. این قسمت اینا از سطح زمین درش بیارم و یه دونه هم اینجا که حالا آقای فیلم بردارم زحمت بکشن. این پوسته هم باز دوستان مشکوک هستیم بهش. میذاریم اینجا و بریم جلوتر با هم بشکنیمشون. ببینید این سنگ کیفیت مطلوبی نداشت، میذاریمش توی طبیعت. این سنگ رو بریم با هم چک کنیم. ببینید عقیق هست، این تکه کوچیکم با هم ببینیمش. عقیق شندار و قابل نگین زدن هم حتی هست، همین کوچیکه. این بزرگه رو حالا من خودم نوع سنگش رو نتونستم تشخیص بدم. با هم بشکنیمش. به نظر شما این سنگ از چه خانواده‌ای هست؟ اگه میدونید توی کامنت ها به من بگید. خب و باز اینجا هم یه دونه پوسته مشکوک داشتیم. ببینید بچه‌ها تجربه نشون داده سنگو که ما میشکنیم آسیب رسوندن بهش زیاده. ببینید طرحی که روی این سنگ هست، میبینید امیدوارم که داخل ویدیو بیفته، یه حالت سلیمانی خیلی خاص و ویژه برای خودش داره. و یه دونه کوچولو هم اینجا داشتیم، اینم اگه تونستم آروم بشکنمش. ببینید بازم این نمونه کار یک عقیق بی‌کیفیت است. ببین الان مثلا این پوسته ها، اینا پوسته های سنگ‌ها نیستن که از خانواده عقیق باشن، پس نمیشکنیمش. خب این پوسته ها معمولا تا الان که شکوندن بخششون جاسپر بودن. بریم با هم بشکنیم. چه سفته. نه جاسپر هم نبود، یک سنگ خاصه اصلا ندیده بودم از این مدل. قابل پولیش، قابل نگین هم هست ولی بازار پسند نیست. اینجا میشه فیلم بگیریم. یه تیکه سنگ هم اینجا با مشکوک شدیم. جاسپر خزه‌ای هست ولی با کیفیت نیست. ببین ظاهرشو. این قسمت ها با هم ببینیم. یک سنگ جاسپر هست که با ترکیب کوارتز شده. این نمونه جذاب نیست. یه نمونه هم حالا قبل فیلم برداری اینجا ما دیدیم. این نمونه با هم ببینیم. پشت جاسپر تشکیل داده کوارتز و پشت هم باز کوارتز تشکیل داده. نمونه مثلا حالا اصطلاحاً خوراک تامبر شدن هستن چون فوق العاده است ترکیب رنگش. ولی خب من امروز هدفم جاسپر جمع کردن نیست، میذارمش توی طبیعت. خب این نمونه ها بهشون میگن اصطلاحاً که هست میگن ماسه سنگ یا کنگرومرا. حالا یه نمونه کوچیکشون من برش زدم، ادامه هم ویدیو براتون میذارم. طرح داخلشون برش که بخورن خاص هستن، قابل پولیش هم هستن ولی بازار پسند نیست. هیچ کی از شما اینا رو نمیخره و فقط میایم تیغای خودمون رو حروم میکنیم برای سنگ به این صورت. میذاریم با اینجا تشریف میاریم. مثلا یه سنگ رو اینجا پیدا کردم مشکوکه. خب این سنگ حالا از چه ظاهرای از این قسمت ها، خب ببینید از این قسمت و این پوسته خاصی که داشت، ببینید پوستش مثلا با این سنگ متفاوته، با این سنگ متفاوته.
احتمال داره این که یک عقیق خزه‌ای باشه بسیار، شاید هم بی‌کیفیت باشه ولی خب ابعادش بزرگ است. چه سنگ زیبایی. ببینید قسمت ها رو دندریت شکل داده. این قسمت ها رو ناخالصی ها بودن، عقیق سلیمانی بوده. این تکش رو که شکست ببینیم با بچه در مجموع سنگ با کیفیتی نیست، ولی خب میشه سنگ با کیفیت تر از اینم توی منطقه پیدا کرد. الان اگه بخوام یه درس یه تجربه رو بهتون بگم، سنگ های مثل اینو باز بشکنید. ممکنه قسمت های دیگه از سنگ با کیفیت تر باشه. ببینید رشد دندریت هایی که روی این سنگ اتفاق افتاده، بعضی جاهاش با کیفیت تر هست ولی خب اون ترکیب رنگی که ما میخواستیم نداره. ببینید چه راحت میشکنه. این قسمت ها سیلیسار ببینید که روی سنگ وارد شده. پس تمام کار ما چیه؟ تمام کار ما از طریق پوست شناسی است. بعد یه دوربین رو قطع نمی‌کنید. اینجا هم یه پوسته رو من دیدم مشکوک شدم قبل از فیلم برداری. این سنگ پوستش ببینید یه پوسته متفاوت داره. تجربه نشون داد سنگ‌های اینجوری ترد هست جنسشون و سریع میشکنن. ببینید یک جاسپر، چه جاسپر زیبایی، جاسپر چشم شد اصلا، چقدر زیبا. بچه‌ها این نمونه جاسپر پیکچرز هست که حالا اینا قابل پولیش هستن، رسوبی نیستن. خب یه منظره خیلی زیبا به ما داره. اصلا فکر نمی‌کردم با یه همچین صحنه امروز روبرو بخوام بشم توی طبیعت. ظاهرش دیدین؟ این هم ظاهر بیرونیش. خب دوستان توی ادامه پیمایشی که ما داشتیم اینجا من رسیدم به 2 تا پوسته سنگ. این پوسته احتمال زیاد یه سنگ رسوبی هست و باز میشکنمش یا بعد برش بخوام، ولی الان چون امروز بحث آموزش هست من مجبورم بشکنم. یه پوسته هم اینجا مشکوک دارم. ببینید پوسته ظاهر سنگ رو ببینید متفاوت هستن با هم. خب حتی این سنگ هم با این سنگ متفاوته. من یه حدودی آب میزنم که ببینم سنگ که این پوسته بیرونش چه جوری است. این پوسته سنگ من از این قسمت ها بود که این سنگ رو تشخیص دادم. این سنگ احتمال زیادیه که عقیق هست، عقیق خزه‌ای است و ممکنه رشد دندریت هم روی این سنگ داشته باشیم. بیا با هم بشکنیمش. اول این کوچیکه رو بشکنم. چقدر سفته. یه سنگ تو خالی بود اصطلاحاً. ولی خب بچه این نمونه ها عقیق مثل شیشه است. با کوچکترین ضربه ممکنه آسیب به سنگ برسه و بشکنه. و بازم میگم من فقط رو بحث آموزش که امروز میخوام این سنگ رو بشکنم. تمام سعیم اینه که دو نصف بشه. به نظر شما این شکست، نظرتون با چه تحریم میخوایم روبرو بشیم؟ چون یه عقیق خزه‌ای زیبا دیدین تر سنگو و دندریتاش ممکنه این قسمت بیشتر باشه. بازم من چون بحث آموزش براتون امروز توی طبیعت میشکنم و شما هم ببینید. ما هم ببینیم تراش. میبینید ترکیب رنگ عقیق خزه‌ای بسیار با کیفیت و خوش رنگ است، مناسب پلاک. ترکیب رنگ قرمز نارنجی و رشد دندریت هایی که میبینید صورت های زرد در اومدن و پوسته بیرونی سنگ و پوسته داخلی فوق العاده خوش رنگ است. این نمونه مثلا ارزش داره من امروز با خودم بیارمش کارگاه و نگین و پلاک کردن از روی این کار تولید کنم. خب این یه گوشه‌شو شکوندم. ببین اینا معمولا شندار هست ولی خیلی شلوغ. من مثلا دوست دارم تمایل نمیارش اینو بشکنم. پوستشو ببینید تا ببینید به چه پوسته من مشکوک شدم. چرتای زمین شناسی هستن و سیلیستار هستن ولی
من دوستش ندارم. این جاسپر به نظر من خیلی خوش رنگه. همونجوری فکر می‌کردم خیلی خوش رنگ هست، ولی خب اون تر رنگی که من دوست داشتم مد نظرم بود نداشت این سنگ. خب الان آقای فیلمبردارمون صحبت کردن، گفتن مثلا این سنگ مشکوک نیست. گفتم نه این سنگ مشکوک نیست، گفتیم همینم توی ویدیو براتون زد کنم. الان این پوسته رو ببینید، پوستهایی که ما می‌بینیم تو طبیعت مشکوک میشیم و بعد بشکنیم. الان اینجا میشه آقای فیلمبرداری کنیم اینجا رو. این رو سطح زمین استخراج کنیم. جاسپر هست، خوشبولیشه، یعنی از ببینید چه برقی میزنه و نگینا جذابی نمونه میده. اینجا هم همینجور ببینید پوست‌ها رو ما مشکوک میشیم. الان میام جلوتر یه جای صاف پیدا کنیم واسه بشکنیم. خب بریم الهی که پوست خوب داشته باشه، ظاهر خوبی داشته باشه که متاسفانه اینجوری نبود، ولی خب میبینید طرحش مثلا یه طرح زیبا داشت. این جاسپر رو خیلی دوست دارم بیارش به خودم خونه، تو خونه برشش بدم، ولی میگم امروز توی طبیعت هستم همینجا براتون بشکنمش. چه خوشگل شکست، واقعا نگاه کنید جاسپر هستا، خوشبولیش، خوشنگین، خوشتر، ببین چه طرح زیبایی داره و حالا دوست دارم یکیشو بیارم یه دونه نگین از روی این کار بزنم. آقا فیلمبرداری قطع نکنید یه لحظه. اینجا هم یه دونه حالا عقیق بود، ببینید از روی پوست باز. ولی خب بچه‌ها این با کیفیت نیست این نمونه، ببینید فقط این قسمت اوکی هست خوبه، ولی باز من میشکنم. اینجا میشه فیلمبرداری کنیم. اینجا باز یه قطعه جاسپر خوش رنگ. من خودم به شخصه عاشق سنگ جاسپر هستم، چون واقعا طرح‌هاشون بی‌نهایت زیبا و هیچ حالا تمامی تو بحث رنگ بندیش نداره. اینجا میشه اینو فیلمبرداری کنیم بشکنمش. میبینید بی کیفیت بود، فقط این قسمت یه مقدار با کیفیت بود. اشکونش ببینید، میبینید خوب نبود. اینجا هم یه دونه عقیق افتاده بود، عقیق شندار که خیلی طرح شلوغ بود. خب اینجا هم باز یه دونه سنگ من پیدا کردم. این قطعه بیایم با هم بشکنیمش. کجا بشکنیم؟ پاش لطف میکنید زیر پاتونه. شجر هست بچه ها، ولی خب میبینید زمینه شلوغ هست، ولی قابل نگین زدن هست و اینو من میارم خونه و نگینش کنم. و اینجا هم باز بگیدیم، اینجا هم یه دونه سنگ با جاسپر هست، جاسپر عقیق و جاسپر عقیق خوشگل و زیبایی هست. خب دوستان امروز اومدیم پیش یکی از بابای خوش تیپ و خوشگلمون، یکی از اشعار دوست داشتنیمون. یه سنگ ما اینجا دیدیم، گفتیم که هم نشون حاج آقا بدیم و هم این سنگو هم ببینیم. بچه‌ها ببینید پوسته سنگو، این پوسته سنگ ظاهر سنگ ابتدای سنگ است که حالا توی معرض آب و هوا قرار گرفته و این اتفاق براش افتاده و میخوام امروز اینو در بیارم. چرا ابعادش ببینید، بشکنیم خدا کنه یه تیکه سنگ خیلی خوب باشه. آریا والا عقیق بودنش که عقیق هست. این ابعاد من توی منطقه خیلی اصلا ندیده بودم، فوق العاده. بچه‌ها شجر ببینید، بچه‌ها با کیفیت نیست خب مثل سنگ‌های خراسان که اصلا نمیشه، ولی نسبت به این تو منطقه‌ای که من هستم فوق العاده است. خب دوستان سنگ‌ها رو داریم می‌ذاریم داخل کولمون که با خودمون ببریم. خب از قطعات سنگایی که زیبا بودن نمیگذاریم و همه رو با خودمون میبریم توی کارگاه. این جاسپر که فوق العاده بود و امروز این سنگ رو که من پیدا کردم اصلا باورم نمیشه. خیلی ممنون که تا اینجای کار ویدیو رو دنبال کردین. ممنون میشم کانال ما رو ساب کنید و کانال اینستاگرام ما رو دنبال بکنید. شاد و پیروز باشین. و اینم این گله زیبا که از دوستان اشایه. خدا نگهدار.